حتی آفتاب هم به گیاهی میتابد و انرژی میدهد که سر از خاک بیرون آورده باشد. به قول دوستی، هست را اگر قدر ندانیم بود می شود و غم انگیز است زمانی که هست ما بود شده است. فضای کویر را دوست دارم. در آنجا طبیعت متفاوتی را می بینم که پایداری و ایستادگی را برایم مجسم می کند. میهمانی کویر را دوست دارم. شاید که از آن درس بردباری بیشتر و مقاومت در برابر نبودنها را می آموزم. در گذر زمان آموختم که گاهی می باید ویرانی و درماندگی را لمس کنی برای اینکه بتوانی قد بکشی و این لازمه زندگی این جهانی است. در گذر زمان آموختم که میباید حتی در روزهای سخت و دشواری که موجهای غول‌پیکر حوادث آرامش و خوشبختی آدمی را به ناگهان در هم می‌ریزند، در تقابل با تغییرات زندگی صبور باشم و افکارم را کنترل کنم، چرا که باور دارم در هر شرایطی کائنات آنچه را که در افکار و اندیشه من است منعکس می‌کند و به سویم باز می‌گرداند.